спасибо. سلام علیکم کریم. سلام با بینندگان شما و سلام با برنامه و شما. برنامه خیلی جالب رو، موضوع خیلی جالب رو خب انتخاب کردید، ولی متاسف اینجا اکثریت من در راه بودم، گاه گوش میکردم، گاه میبرامدم. اکثریت بر اینن که مردها اکثریت بر اینن که خب چند زنگی این خب چیز فرموده اسلام است و این خوب است و همین تعداد دیگر در داخل کشور، در حکومت باشد، در رسانه‌های خبری باشد، در همه جا باشد، تقریبا قبول کردن که ما یک مسلمانیم و بسیار زنگی را یک واقعیت قبول کرده. ولی متاسفانه بینید در طول چند روز همین خانمی که زن دویم است و ضرر وزنی جسمانی برداشته است و خیلی در وضعیت وزنی قرار دارد، بزم اون که این همین قدر صدمه دید، باز همه مردم او را معشوقه گفته عنوان میکنند. یعنی تحقیر الهوگی. اگر ما خود را مسلمان گفته، همین خود مقامداران که او روز او سال رحمانوف هم در جلسه خیلی کلان گفت که من میدونم شما چند زنی دارید، یعنی به حکومت خود را، یعنی اعتراف دارن چند زنی را و خود را کنار گرفتن. چند زنی را، وضعیت حقوقی زنهای دویم و سیوم را معین نکردن، یعنی مقام حقوقی این خانم ها رو که اینا اندک نیستن شمارهشون، مقام حقوقیشون نامعین است. مردهای ما هم به مسئولیت هستند. در مثال همین واقعه اخران میبینیم که چقدر به مسئولیت مردک که دو زن گرفته است نتوانست دو عائله خود را چنین مدیریت کند که به چنین واقعه روبرو نشوند. یعنی ما آمدیم از یک طرف اعتراف داریم بسیار زنگی را، از طرف دیگر همون زنها تماما از حقوقشون محرومند. در اون دولت هایی که بسیار زنی قانونی شده است، در اونجا زن یکم و دویم و سیوم نیست، زن است. زن است. همون سیوم و یکم یک رقم حق دارند. چخیل میشود که زن دویم، زن سیوم این معشوقه بوده است و زن یکم این زن بوده است. اگر شما همه این را اعتراف کرد، اگر شما در دولت خود همین را غیر قانونی کرده اید، وضعیت حقوقی اونها، یعنی این اگر از هر دو طرف قانون ویران کنی باشد، چه از طرف او زن دویم باشد، سیوم باشد، چه از طرف او مرد، پس شما خود را کنار نگیرید، همین دولت خود را کنار نگیرد و حقوق این زنها را، یعنی از حقوق این زنها یا اجازت ندهید که در شما همین قانون ها رو جاری کنید که در شما دو زنگی غیر امکان باشد، عموما نباشد. اگر شما از روی قانون این را غیر قانونی اعلام کرده اید، درست، نیکا را وضع حقوقی نیکا را شما تنظیم نکرده اید، نیکای مسلمانی، یعنی در شما نیکای مسلمانی تنظیم نیست، طلاق مسلمانی را شما تنظیم کردن میخواهید. همین مقامات، چی کمیته دین، چی مفتیات و چی دیگر، خب وای چه بود، یک انستیتوت دیگر بود، تنظیم جشن و انعنه نمیدونم چی بلاد، همه اتان نکاح را صاحبی داره، تنظیم داره، طلاق. لیکن از نکاح مسلمانی را اصلا اعتراف نداره. مردم که خودشون آمدند و زن دویم و سیوم را برای خود قانونی کردن، اونها هم به مسئولیتانه عمل میکنن. مردک به خاطر اصلا به خاطر شهوت زن دویم و سیوم میگیرد.
به مسئولیت اجتماعی، وضع اجتماعی و دیگر او زن دویم رو پرتافت برآمد. او زنه که یکمش زنگ زد، جنگ انداخت، این گریخت، او آمد زن دویمش کرد مایوب کرد. معیوب. و مقامات تا حد بود که مقامات آمدن عوف رو چی کردن؟ تطبیق کردن و از مسئولیت جواب دادن، از جوابداری جواب دادن. ببینید یک حقوق شناسه که 5-6 سال خونده است، 6-7 سال سابقه کاری دارد یا بیشتر، می آید همه این رو بند و بست می کند، یعنی جنایت رو بند و بست می کند، با چیز عوف می آورد و یک رئیس شهر، میر شهر که اصلا معلومات حقوقی ندارد، اصلا از حقوق بو نبرده است، او می آید و در بین اینها داور تریته است که سودیا می شود و همون قرصک می زنیم که همین خیل باید باشد. یعنی همین باید همون میر شهر، حتی او چقدر آدمی 5 دیپلم دارم نباشد، این وکالت اون نیست. چه می آید تو پرکورور نویا، تو پرکورور گنرالی، سردار ریاست کارهای داخلی نویا، بیایی بر اساسی امری همین میر شهر که اصلا از حقوق درک ندارد، وقتی که دیگر آدم ها را با تهمت به زندان میبرند، بعد اعلام میکنند که در ما سودها مستقل هستند و ما با این دخالت نکرده، من امر ندادم که فلانی را سود کنه. لیکن اینجا میآیند امر میتیند، روز دیگر شاید هم ببینید یکم حقوق همون زن دویم را پایمال کردند که معشوقش میگویند و یا معیوب کردن و یا نیم کردن. خب و یا وضعیت سلامتیش اولا نامعلوم. اکنون زن یکمش هم از خب با انگیزه سیاسی زن یکمش هم حاضر حقوقش پایمال شده است. یعنی همان جنایتی که او صادر کرده است، بندوبست جنایت شاید با ماده 104 جور نآید، البته که نیست. یعنی قصد کشتار وی نداشت، یعنی نیت کشتن نداشت، نیت عذاب و عقوبت داشت. وضعیتی که شهروندان عذر از احساس قصاص میخواهند که از این زن قصاص بگیرند و مراجعت به میر شهر کردند و میر شهر حکم داد و اینا اکنون میخواهند که تمام قدرتی خود را نشان دهند بالای همون یک زنک که او واقعا جنایت کرد، لیکن جنایت را حاضر چنان سنگین میکنند که بله جنایت کرد، لیکن شاید جنایت با ماده 104 یا 130 بندوبست نباید شود با یکم ماده دیگر که وضعیت کرده بودن پیش از این عفو تطبیق کردن. انا شاید همون ماده درست‌تر بود. یعنی هر دو زن حقوق هر دو زن از به کفالتی، یعنی از به صلاحیتی مقامات قدرتی، مقامات سود و پروکراتورا امروز دو عائله دچار چنین بدبختی شده و این هنوز عاقبت کار نیست. اینها ببینید همون روزنامه‌نگارانی که این را معشوقه میگویند، اونها هم بسیار از اونها هم زن دویم و زن سوم دارند، یا اگر ندارن خویشاوندانشون دارند، یا اگر ندارن همان
روبرای سطح بالایشون دارن که اینها برای اونو چاپلوسی دارن، یعنی اعترافی میکنن که حق دارد، فرض کردن شخص اول کشور حق دارد 2 زن داشته باشد، 3 زن داشته باشد، کدام وزیر حق دارد 2 زن داشته باشد، 3 زن داشته باشد و همین روزنامه‌نگار هم به اونو حق میده. همین حتی خانم های ما به این نفرها حق میدن، به وزیر و وکیل و رئیس و به اینها حق دادگی هست. همین خانمی که حاضر، اکثریت خانمایی که حاضر دعوا دارن که ما ضد بسیار زنگی هستیم، برای این شخصان اول اینا هم اجازت میدن. و فکر من این شخصان اجازت زن اول رو نمیپرسنم اکیلیم. نه مردم در شعور مردم، در برداشت مردم میگم، در برداشت اون زنی که نسبت خود، نسبت دختر خود زن دوم بودن را ترجیح نمیده، ضد هست، نسبت رحمان و نسبت دیگرش وای راضی است که اونا زن داشته باشن. ما که گپ میزنیم به ما چی میکنن؟ هجوم میکنن که شما جناب عالی و نمیدونم کدام وزیر و کدام کبیره، شما بعد میگوید شما خائن ملت هستید، شما ضد قانون دولت هستید. آخر شما خودتون که قانون قبول کرده اید، از خودتون شروع کنید. همین است که شما شما جرأتی جاری کردن همین قانون رو ندارید که انگشت به شما انگشت اشاره به شما میشود که تو هم زن داری، تو هم زن داری، تو هم زن داری. خود رئیس جمهور در جلسه گفت که من میدانم شما در کجا زنهای دوم و سوم دارید و چند خانگی داده اید با خودش در جلسه واسه. یعنی شنیده بودم. بیاید اگر ما اگر اجازت داده ایم به مردهایی که دارا هستند، وزیر هستند، وکیل هستند، با اونا اجازت داده ایم زن دوم و سوم داشته باشند، پس با همه را قانون کنیم تا که همون زنهای دوم و سوم حقوقشون حفظ شود، حقوق میراثشون. حاضر حقوق به میراث اونا اصلا ندارن. مثال فرزند یابند، از نکاح دوم فرزنددار شوند، حق فرزندانشون حق مالکیت، حق میراث ندارن بعد پدر. او پدر که او مرده که 2 زن 3 زن داشت، یک مرد، این زنها تماما بی صاحب میمونند، نه دولت اعتراف میکنند، او چیز حقوق میراثش نه جامعه اعتراف دارد. فقط به خاطر شهوت اینا میآیند زن دوم و زن سوم اجازت داده استودن. برای همین من ضد 2 زنگی و 3 زنگی نیستم، لیکن من ضد به حقوقی شهروندان هستم. اگر زن دوم سوم رو ما مسلمان ها بگوییم که این حق اسلامی است، پس ما باید طلب کنیم که این در قانون درج شود. اگر ما جانبدار باشیم همین خیلی طلب کنیم که در قانون درج شود. شرط نیست که دولت اسلامی باشد. در اروپا مسلمانایی که پناهنده شدن با 2 زن و 3 زن، وضعیت حقوقی زنهای دوم و سوم پر حقوقشان دفاع می شود. در دولت های اروپایی که دولت ها اسلامی نیستند، بله، زن دوم اینجا در برابر زن یکم حقوق دارد. چقدر عرب و افغان و دیگر مسلمان ها اینجا اومدن، امروز تاجیک ها، ازبک ها هم اینجا هستن، 2 زن و 3 زن. وضعیت حقوقیشون یعنی حقوق زن ها در اینجا دفاع کرده میشد. در ما گفته استادن که ما که اسلامی نیستیم، زن دوم معشوقه است، این عیب دارد. این او تحقیر است. قبول نکرده، او هم قبول نکرده است. اما همین خانمی که امروز در بیمارستان است، اگر روحیاً خود را عیبدار نمی شمرد در پیش زن یکم، و ایستادگری میکرد، بله، و خود را به کشتن نمیداد، آرام خود را به کشتن نمیداد.
وای این هم درجه ضدیت برسید. نشان میده، لیکن رویش را چنان شکستیم که وای بیچاره آرام شش تا وای نیمه جان کنن پرتایم در بیمارستان. انا همین است جامعه مسلمانی ما. واقعا هم درست گفتید. در اروپا گرچنده که دولتی مسلمانی نباشد هم حقوقهای هر دو زن به این نوبت گرفته شده است، لیکن در دولت ما میگن دولت دموکراتی است، برای این ممکن نیست عموما حقوق ندارد. نه تنها زنهای دوم بلکه زنهای یکم حالا در شرایط خیلی وضعی قرار دارند. باور کنید چنین هم هست. خب مرا جواب دید. خب فکر و عقیده شما رو گوش کردیم. تشکر زیاد کردیم که تشریف آوردید. برنامه ما رو خیلی رنگین کردید. خیلی شما رو ندیده بودیم. بدرک نشوین. سلامت باشین. سلامت.